به نام خدا، سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. بنده کابلی هستم، دانشجوی فوق لیسانس یا ماستر رشته اقتصاد، ساکن ایالت NRW کشور آلمان که از ایران مهاجرت کردم و تو این ویدیو قرار مطالبی در رابطه با مهاجرت قانونی خدمت شما عزیزان ارائه بدم. اون دوستانی که قصد مهاجرت دارن میتونن مطالب رو در پیج اینستاگرام کابل 1995 یا کانال تلگرامی مهاجرت وی دنبال کنن. CV یا همون اختصار سرکیولوم ویتا یا همون رزومه یه مدرکی هست که نشون میده شما تا همین لحظه‌ای که میخواید CV رو بنویسید به لحاظ آکادمیک یعنی علمی و به لحاظ پروفشنال یعنی حرفه‌ای شما چه تجربیاتی دارید. اکسپریانس، اسکیل و نالج خودتون رو شما باید به این دو بخش تقسیم کنید و داخل رزومه خودتون بیارید. حالا بسته به این که شما برای کار درخواست میدید یا برای تحصیل باید متمایل کنید به مثلا برای تحصیل باید متمایل بشه به اون جنبه آکادمیکش، برای کار متمایل بشه به اون جنبه پروفشنالش، یعنی بیشتر از آکادمیک یا بیشتر از پروفشنال باید بیارید. حالا ما پیشفرض ما برای اپلای کردن برای دانشگاهه، به خاطر همین ما به جنبه آکادمیکش بیشتر میپردازیم. شما وقتی که میخواید CV رو بنویسید از آخرین در واقع مدرک تحصیلیتون شروع میکنید، میرید نهایتا مثلا تا دیپلم، مثلا لیسانس بعد دیپلم، یا در مورد تجربیات کاریتون از آخرین کاری که حالا الان اگه هستید دارید کار میکنید همینجوری بیاید 2-3 مورد عقب. و اینکه CV معمولا 1 صفحه است و نهایتا 2 صفحه دیگه. بیشتر از اون کسی که داره اپلیکیشن شما رو نگاه میکنه حوصله شاید نکشه، چون 1000 تا اپلیکیشن براش میاد و میخواد خیلی سریع متوجه بشه چه کسی کوالیفیکیشن یا همون صلاحیت رو داره برای اون مقطع تحصیلی. پس سعی کنید خلاصه بنویسید. حالا به اختصار معمولا چارچوب هر بخش رزومه که جلوتر من بهتون نمونه ها رو نشون میدم، توضیح میدم، شما فقط یه ایده از اینجا بگیرید از این بحث صحبتی که دارم میکنم. What have you done? Give a date, short description. یعنی شما چیکار کردید، تو چه تاریخی، تو چه بازه زمانی و یک توضیح کوتاه بدید از اون کارتون. چارچوب تمام اون تجربه شما تو این 3 مورد خلاصه میشه. و حتما اینو توجه داشته باشید توی CV، چون خیلی از دوستان شاید آشنایی داشته باشن، شاید بعضی آشنایی نداشته باشن، CV رو بدون عکس بنویسید، چون که عکس ممکنه تاثیر بذاره. به هر حال توی یعنی کلا طبق تجربه و کسانی که توصیه میکنن CV رو عکستون رو نذارید، مگر اینکه خود اون جایی که میخواید 100% تاکید کرده باشه که حتما، البته تاکید نمیکنن دیگه، عکس اگه بخوان توی اپلیکیشنشون ازتون میخوان، ولی توی CV شما سعی کنید CV رو بدون عکس تهیه کنید، یعنی برای خودتون بنویسید. خیلی مهمه. جلوتر حالا توضیح میدیم که CV رو چجوری بنویسید و نمونه های اون رو هم توضیح میدم. در مورد توصیه نامه یا letter of recommendation یا recommendation letter، شما میتونید اگر گپ تحصیلی ندارید میتونید هر دوتا رو از 2 تا از اساتید دانشگاهتون بگیرید، یا اگر گپ تحصیلی دارید بهتره که یکی از اونها رو از CEO شرکتتون، مدیر عامل شرکت یا یکی از مدیرای شرکتتون یا نهایتا یکی از همکاراتون بگیرید. همکاراتون که توی اون کار با شما بوده و خب برای شما مینویسه که من شما رو مثلا با شما از نزدیک کار کرده، دیده که شما آدم پرتلاشی هستید، زرنگ هستید، با اشتیاق هستید و خلاصه از این مسائل. حالا اینجا من چند تا نکته رو آوردم، مثلا what is a letter of recommendation، یعنی کلا توصیه نامه چه، introduction and a statement of recommendation, list of specific reasons you are recommending them to the position، البته این بخش دوم کاریه، personal story with evidence of their qualities, soft and hard skills, closing statement with contact information and signature. اون کسی که در واقع برای شما ریکامندیشن لتر رو می‌نویسه حتما آخر ریکامندیشن لتر باید یک کانتکت اینفورمیشن یا یک ایمیلی بذاره و امضا کنه اون توصیه نامه شما رو. بعضی موارد پیش میاد که دانشگاه‌ها معمولاً با این افرادی که برای شما توصیه نامه نوشتن کانتکت میگیرن، براشون یک سری فرم ارسال میکنن و مثلا در مورد شما ازشون سوال میپرسن، ولی خیلی کم پیش میاد، مگر اینکه اون دانشگاه خیلی رنگ بالا باشه یا اون رشته‌ای که شما درخواست میدین دیگه واقعا یک رشته‌ای باشه که اونها به هر حال برای اینکه اعتماد کنن به شما
این کار رو انجام بدن، ولی در بیشتر موارد این کار رو نمیکنن و مبناش اینه که شما خب ریکامندیشن لتر یک نفر براتون نوشته و شما دارای همچین اسکیل ها یا مهارت هایی هستید. جلوتر من نمونه هاش رو توضیح میدم و ریکامندیشن لتر خودم رو هم بهتون نشون میدم که چه. و استیتمنت اف پرپس، انگیزه نامه یا کاور لتر یا لتر اف موتیویشن، مطلبی هست که دوباره خود شما باید بنویسید این رو، مثل همون رزومه. ریکامندیشن لتر یک نفر دیگه برای شما می‌نویسه، رزومه رو خودتون می‌نویسید، استیتمنت اف پرپس رو هم باز خودتون می‌نویسید. اما استیتمنت اف پرپس یا انگیزه نامه چیه؟ شما باید به چند تا سوال جواب بدین توی همین انگیزه نامتون. مثلا اگه برای کشور آلمان میخواید اقدام کنید و برای یک رشته تحصیلی توی یکی از دانشگاه‌های آلمان میخواید SOP یا استیتمنت اف پرپس یا انگیزه نامه بنویسید، این چند تا سوال رو حالا من سعی کردم که ساده سازی کنم. Why do you want to study in Germany؟ چرا میخواید توی آلمان درس بخونید یا توی این دانشگاه؟ Why are you the right person for this program؟ چرا فکر میکنید که شما برای این مقطع تحصیلی یا این گرایش تحصیلی آدم مناسبی هستید؟ What are your professional goals after completing this program؟ میگه شما خب آخرش یعنی هدفتون چیه وقتی که حالا این در واقع پروگرام رو تموم کردید؟ شما به این سه تا سوال باید توی انگیزه نامتون جواب بدید. یعنی نه اینکه این سوال رو بنویسید بعد بهشون جواب بدید، نه. انگیزه نامه معمولا 3 پاراگراف یک صفحه است یا معمولا 4 پاراگراف که شما تو پاراگراف اول باید خودتون رو معرفی کنید. البته معرفی رو من جلوتر با نمونه ها بهتون یاد میدم که چجوری خودتون رو معرفی کنید. سکند پاراگراف یا همون پاراگراف بعدی بک‌گراند خودتون رو بگید، یعنی بگید که مثل همون CV، شبیه CV شما چه کارهایی انجام دادید و چرا واقعا فکر میکنید که مثلا صلاحیت اینو دارید که توی این پروگرام شرکت کنید، توی این گرایش تحصیلی. و third paragraph your achievement، همون سوال سومی گفت حالا شما دنبال چی هستید، هدفتون چیه، شما توی پاراگراف سوم توضیح میدید. SOP خیلی مهمه، یعنی همونقدر که CV مهمه همونقدر که ریکامندیشن لتر مهمه. این SOP تقریبا میشه گفت شاید بگم اولین مدرکی هست که معمولا کسایی که ثبت نام میکنن اول اینو نگاه میکنن و بعد میرن سراغ بقیه مدارکاتون. و سعی کنید توی نوشتن SOP خیلی دقت کنید. من نمونه ها رو دوباره جلوتر توی ویدیو بهتون نشون میدم، اینکه چه جوری بنویسید رو هم نشون میدم. شما حتما باید دانش زبانی انگلیسی خوبی داشته باشید، یا اگر شما به زبان آلمانی میخواید بنویسید، زبان آلمانیتون خوبه، حتما باید دانش خوبی داشته باشید که از نگاه گرامری یا کلماتی که استفاده میکنید سعی کنید یک SOP انگیزه نامه خیلی تاثیرگذار بنویسید، چون خیلی مهمه همین انگیزه نامه. پس سعی کنید که روی تمام این مدارک ها وقت بذارید. بچه به این شکل کسی که داره ماهی میگیره نگاه کنید. این SOP رو میبینید، SOP مثل تومه میمونه، یعنی بخوایم یه خورده بازم ساده سازی کنیم که تو ذهن شما قشنگ جا بیافته. SOP یا انگیزه نامه به خاطر این مهمه که در واقع مثل یک تومه میمونه که شما حالا برای ماهیگیری استفاده میکنید، سر قلابتونه و اون ماهی مثل همون کسایی میمونه که شما رو میخواد پذیرش کنه، براتون پذیرش در واقع ادمیشن لتر بفرسته، نامه پذیرش، حالا چه به لحاظ کاری چه به لحاظ تحصیلی. حالا ما فرض میکنیم که ماهی در واقع اون کسی که مسئول ثبت نام دانشگاه است. میاد SOP شما رو میبینه، انگیزه نامه شما رو میبینه و بعد از اون میره سراغ CV شما. اون چیزی که CV شما رو معتبر میکنه اون مدارکی هست که من بالا نوشتم: پاسپورت و آیدی کارت، اکادمیک سرتیفیکیت یا مدرک دانشگاهی، لنگویج تست یا مدرک زبان و ریکامندیشن لتر از طرف پروفسور و یا از طرف CO. پس این 7 مدرک باید با هم دیگه همخونی داشته باشه: ریکامندیشن لتر، CV و SOP. این در واقع سختی کار بیشتر اینه که شما نمیتونید مثلا SOP رو یه جور بنویسید که همخونی با CV نداشته باشه، یا ریکامندیشن لتر یه جور باشه که همخونی با CV و SOP نداشته باشه.
شما دقت کنید پس این 7 مدرک رو وقتی دارید تهیه میکنید، اون چند تایی که خودتون مینویسید باید با همدیگه همخونی داشته باشید.